برادرای اوی ای طرف ساغرداش می اومدگی منظره را بینه و تماشا کنه. اینجا جای استراحت، جای ادخ. باور کنه راحت کردم خودمم. جا نسبت سنگبار سرحد تر شمال فرامی خنکی سالخین اینجا میوازه او شمال میره اینجا میگردی بعدی گرمی افتا میویده کو راحت نکودرمی او پر میکی او یخ برین یخ اینه خونه رنگه کنی در لایو جر همینجا اگر جر شبیم تا میوی نکی اطراف تینجای اینه او اینجا هم چشمه میمادگی ها اینجا هم او میوی اینجا چشمه میوی ای بولا هم جبور کندگی ای او بولا دست کو در بولا هم باغ داره در ها اگر جور باشه در اینجا انتنه در اونجا هم خیلی یک دهه دیگه کلمبای بولا نم داره رنگی شنخه فقط که شنخه در برابری جای استانبول شنخه اینجا در بر دیول اگر ای همون سر دهه پرده بیاد بولوی بوم خطی بنگ میگن و بولوی بوموی مردم ای خونه بای اوغل ای اوغل بای خونه هم خیلی توتا میوی اتجا بر این سوز کرده گرفته که کلمبا میگن کلمبای بولو کلمبای پوینده تا کلمبا وزیر ما ای کشتیم برومدیم یکم در رنگ شدگی اینا افتام شتستای سپید نکردیم که یکم ساغرداش سیومکا کنیم برای همو گشتیم اینا مردم مدیستن همه گوشتین تمام شد گشتیم مدیم میخواستیم که کمتر ساغرداش تا سیر گشت کنیم نشون تی باشمون را که نشد دیر شدیست است راهی ما دورتر ای بریم برسیم سپید کنیم بر روشنی برای همین ها نوی شوخان چوبای بسیار بزیبند اینجا را هم یک سیومکا میکنیم تماشا کنیم برادرها یا دیده او زردای همه گلماهی دشت چوپانو و دیگرش در همین عرش می شود گلماهی بگیم که تمامی تاجیکستان همین جای دروغ نمیگیم حالا این شوخا را نگاه کنیم ای او همین قصال میروه که همی شخوره ای همونجا خوردگی تو همونجا رمودگی ای حساب نداره اینا همین خیل اومدگی همین خیل همه هم خیلی شوخه ای انا بازی را میگن سورپرایز نگاه کنه هم خیل میم دادن اینا میگن شرشره ای هم بالا میرزه در تحت تمام میشوه با جمع میشه و حرکت میکنم نگه که بالا او ای ریخته اساسی پوینده که اومد اینا گرد میشه خیلی شرشرو در این ساغرداش بسیار ای انا هم خیلی شرشرو در همین ساغرداش بسیار ای چند جای برای که شوخه هم خیلی هم در رو بالا فراموش نکنه که در رو بالا قشلوخ ای یک قشلوخ چی کم نموشه فراموش کن چی بود صدیقه بفکرم تو قشاق صدیقه نم داره که در هم بالا اگر ای بالا هوی خری هم خیلی اومدن میگیری شرشرش ده اومدن میگیری ای باز میریم با پیش برادرای را میگن اپاسنای دروگا راه خطرناک جد ماشین هم گذشته نمیتونه یک تا فقط میگذره این راه طرف خط مرغک میروه همین خیلی حدود یگان 5-10 کیلومتر همین خیلی یا مایده برای یا خوب خینگو خدا نشان نتیه
برادرای عزیز با فکرم ویدیو نوار امروزای ما همیخه دوامش حرکت میکنیم که تیزتر به خونه را بریم. خیلی برادرای عزیز نوار امروزای ما همیخه در ای دست من اومد او خینگو حرکت طرف خانه. زنده باشی برادرای عزیز، لایک فراموش نکنی. ما در خدمت